سلام دوستا. زیادتر کسایی که وی مشکل داره وی است که وقتی که اکانت امازون سیلر سنترال جور کنم او باز نمیتونه که چی رقم منیجمنت امازون سیلر سنترال او پیش ببره و نداره کدام کورس نجای به اون نشانم نمیده که ببینی امازون سیلر سنترال چه رقم اسپاره میشه. و زیادتر کسا به من مسیج کرد که شما یک ویدیو ببره از جور کو. ما مکمل در این ویدیو به شما مکمل A to Z نشان میدم که وقتی که امازون سلر سنترال شما جور کردید شما چی رقم میتونه که A to Z شما اکانت خود منیج کنید و بعد از این چرا در نکست ویدیو ما به شما لیستینگ و شیپینگ پلان مکمل به نیو متد به شما کار میکنیم که چی رقم پروداکت ما شما به نیو متد با امازون ما شما میتونیم که لیستینگ و شیپینگ پلان جور کنیم. سو میم طرف اسکرین که کار میکنیم ما شما که چی رقم امازون سلر سنترال منیج میشه. پکیج هم امازون میکنه، آردر که می امازون آردر هم امازون میگیره، پیسه هم امازون میگیره و شما روان میکنه، یعنی هر کار امازون میکنه. اینجا هیچ کاری ما شما نیست. صحیح شده؟ حالا ما چی کار میکنیم؟ صرف ما اینجا ما شما میایم کم منیجمنت اکانت میکنیم که این اکانت ما شما سیلر سنترال چی رقم منیج میشه، یعنی هر یک آپشن سیلر سنترال چی رقم کار میکنه. ببینید اینجا بازی رقم نشان میده شیپمنت کریتید سکسسفولی. میبینی باز اینجا ان ترانزیت است. ان ترانزیت به معنی که در راه است، دیلیور شده، چک رفته، بعد از ریسیو شده، بعد از شipment سکسسفولی کلوزد. این رقم به شما نشان میده. صحیح شده؟ باز اگر چند یونیت شما است ببینید هم به شما نشان میده که فور ایگزامپل از ما 137 یونیت روان شده، 137 یونیت رسیده. صحیح شده؟ 137 یونیت روان شده، 137 یونیت رسیده. حالا اگر کدام پروداکت شما در راه گم شده یا کدام مشکل پیدا شده باز اینجا به شما نشان میده که ببینید که 137 یونیت شما روان شده، 130 یونیت رسیده. باز شما میتونید که با امازون کیس باز کنید که چرا چی مشکل بوده و بعد به شما میگه که سری که پریپ سنتر کم آمده یا پریپ سنتر کم روان کرده یا در راه کدام مشکل پیدا شده. باز شما میتونید که مشکل خود با امازون حل کنید. و وقتی که از پریپ سنتر جنس شما پر میره باز امازون 100% ریسپانسیبیلیتی میگیره. اگر یک پروداکت هم گم شده امازون پیسه ازی به شما میده. حالا ما چی کار میکنیم؟ ببینیم ما اینجا میایم منیجمنت اکاونت کم میکنم که این سیلر سنترال است. ما این سیلر سنترال چی رقم میتونم که ما را منیج کنم. اول ما اینجا میایم ببینید یس ما اگر اینجا کلیک کنم سیلر سنترال، ما به سیلر سنترال اگر اینجا کلیک کنم ببینید هر جایی که ما می باشم ما مستقیما میایم با صفحه امازون سیلر سنترال. این طرف باز ببینید ای است ای ال سی. ببینید ما اینجا دیفرنت اکاونت اینجا باز کردم. صحیح شده؟ این دیفرنت اکاونت شما اینجا میبینید این هر یک جدا جدا است. باز اینجا مارکت پلیس به ما شما نشون میده که شما کدام مارکت پلیس میخواهید که باز کنید. فور ایگزامپل اینجا ببینید این خود مکمل اکاونت ها اتچ است، مکمل ال ال سی است. ما اینجا باز میایم ببینید ای ال ال سی است، این استور است. در استور فور ایگزامپل برزیل، کانادا، ایجیپت، ژاپن، مکزیکو هر یکی ما باز میکنم. اینجا باز صرف کلیک میکنم یونایتد استیت. ما ای کلیک میکنم ای باز میشه. کانادا کلیک میکنم کانادا باز میشه. بعد از پایین میبینید اینجا گود ایونینگ یور اکاونت هلت از هلتی. اکاونت شما هلتی است به این معنی که هیچ کدام مشکل نداره. اگر اکاونت شما ریسک باشه باز اینجا به شما ریسک نشان میده. اگر اکاونت شما دیاکتیویت باشه باز اینجا سرخ نشان میده. این طرف اگر می شما سلز دیلی سلز ما شما اینجا نشان میده که دیلی سلز چند آمده. اینجا اوپن آردر ما شما نشان میده که چند آردر آمده با شما. بایر میسیج به شما نشان میده که چند دانه بایر میسیج به شما آمده. پیمنت به شما اینجا نشان میده که در اکانت شما چند دلار است، چقدر پیسه است در اکانت شما. فیچر آفر اینجا به شما نشان میده که فیچر آفر به این معنی که بای باکس چند درصد است پیش شما. بعد اینجا بای باکس به شما نشان میده. صحیح شده؟ یا تاپ استاک است. و بعد از این اینونتری پرفورمنس ایندکس که این پرفورمنس اینونتری شما چه رقم است خوب است. این تا 500 تا 400 باید پایین نباشه. سلر پیدبک اینجا ببینید نشان میده که سلر پیدبک 5 استار است، 3 استار است، چقدر است.
اوکی برای این من داشبورد بوده ما میام این طرف کتالوگ است. در کتالوگ اگر ما میایم اینجا اد پروداکت کلیک کنیم، در اد پروداکت بعد ما چی کار میکنیم؟ اینجا باز ما میتونیم که پروداکت خود لیست کنم. اگر ما پروداکت خود لیست میکنم از اینجا بعد ما چی کار میکنم؟ پروداکت خود لیست میکنم. ها بعد چی هست ببینید اینجا اگر ما میایم اد پروداکت یو اپلود یه باز مربوط پرایوت لول میشه و چیزایی که مربوط ما شما میشه به او کار میکنم. complete your dropped complete your dropped به چی معنی؟ یعنی کار ما و شما اگر در بین مانده لیستینگ ما پورا نشده یا شیپمنت پلان ما پورا نشده بعضو در دراپ مستقیما در دراپ میره، بعد میتونی که پس از اینجا ما کار خود شروع کنم. ویو سیلینگ اپلیکیشن به چی معنی؟ ما اینوایس به امازون اپلود کردم، هر وقت که ما اینوایس به امازون اپلود کردم امازون اینجا به شما نشان میده که اینوایس شما اپروو شده یا ریجکت شده. صحیح شده؟ ببینید اپروو شده بعد اینجا به شما اپروو نشان میده. اگر ریجکت شده هم اینجا به شما نشان میده که اینوایس شما ریجکت شده. اپلود ایمیج باز پرایوت لبل است مربوط ما شما نمیشه. انوینتری اینجا ما میایم منیج آل انوینتری اگر ما اینجا کلیک کنم اکتیویت لیستینگ چند است؟ اپ دانا لیستینگ است. صحیح شده؟ یاد دقیقه خب ببینید اینجا به ما شما اکتیویت لیستینگ باید نشان میده که چند دانه پروداکت شما چی است اکتیو است، چند دانه پروداکت. باز ببینید اگر این طرف ما میایم منیج آل انوینتری از اینجا ما شما میتونید که مکمل انوینتری خود چی کنید؟ منیج کنید. مکمل انوینتری ما شما میتونید که از اینجا منیج کنید. ببینید کامپلیت دراپت یعنی آل لیستینگ چند است؟ 54. اینجا شما میبینید 54 یعنی توتال لیستینگ شده، توتال پروداکت 54 لیست شده. کامپلیت دراپت 3 دانه در دراپت است، به این معنی که او تال تکمیل نشده، شما باید تکمیل کنید. اکتیویت لیستینگ یعنی که اکتیو است فعلا چند است؟ 48 است. اپتیمایز لیستینگ که نیاز به اپتیمایزیشن داره نیست. پایین که ما اینجا میایم ببینید این مکمل اینجا بر ما شما هر یک پروداکت ما شما اینجا باید نشان میده. هر پروداکت ما لیست کردیم پیج 1 پیج 2 پیج 3 پیج 4 پیج 5. صحیح شده؟ باز هر چقدر پروداکتی که شما لیست باشه باید نشان میده. حالا ببینید اینجا اگر ما میایم لیستینگ استیتس است. صحیح شده؟ این پروداکت فعلا چی است؟ اوت اف استاک شده. پروداکت دیتیل است. صحیح شده؟ این پروداکت نیم اینجا میاد. این طرف اگر ما میایم ببینید با سیلز نشان میده. اویلیبل چی است؟ ای بی ام است پروداکت، ای بی ام است، ای بی ای است یا ای بی ام است. ای فور ایگزامپل ای بی ام است. صحیح شده؟ این طرف اگر ما اینجا کلیک کنیم ببینید با سی دات اگر ما اینجا کلیک کنم ادیت لیستینگ در لیستینگ ما هر مشکل اگر آمده باز ما میتونیم که از اینجا ما لیستینگ خود چی کنم؟ ادیت کنم. یعنی اگر جای اشتباه شده هر جای ما میتونم که از اینجا پس دوباره ادیت لیستینگ کنم، ما میتونم که دوباره جور کنم. یعنی نیاز به دیلیت نداره که شما دیلیت کنید، صرف ادیت لیستینگ کنید. شما هر جایی که اشتباه باشه شما میتونید در جریان لیستینگ شما هر جایی که اشتباه کردی شما میتونید که از اینجا جور کنید. منیج ایمیج و یه چیزا باز مربوط پرایوت لیبل است. پرینت آیتم لیبل اگر آیتم لیبل از شما از یک تن رفته از شما پرینت نکردید شما میتونید که پس از اینجا آیتم لیبل پرینت کنید یا اپنسکیو لیبل ما شما میگه. کلوز لیستینگ به چی معنی؟ کلوز لیستینگ به این معنی که یعنی شما میخواید که لیستینگ کلوز کنید، بند کنید. دیلیت به این معنی که بیخی از بین میبرید. کلوز شما پس میتونید که را چه کنید؟ جور کنید. و دیلیت به این معنی که بیخی از بین میبرید. صحیح شده؟ اینجا بس پرایس شما میتونید که کم و زیاد کنید. فور ایگزامپل یا تاپ استاک به خاطر زیرو نشان میده شما میتونید که اینجا پرایس خود فور ایگزامپل $20 سیت میکنید.
بس صرف اینتر سیو آل کلیک میکنی، حالا مستقیم میبینی پرایس اینجا شما سکسسفولی چنج، پرایس شما چنج شده. صحیح شده؟ بازی مکمل از اینجا پرایس شما چنج میشه. شما میتونی بار از بس پس ما اینجا میایم سل گلوبال، یم گلوبال اگر شما سل میکنی به کار شما نمیاد. پس ما اینجا میایم بی یونیتی نشان میده، شیپمنت نشان میده. صحیح شده که هیچ سلکت شده. ببینید گلوبال که شما شیپ می اگزامپل در فرانس، اسپین، ایتالی، جرمنی، یونایتد کینگدم، شما اینجا اگر میخواهید که اینجا سل کنید شما میتونید که صرف کانتینیو کنید. خب باز ضرور نیست که شما این کارو میکنید. پرایس شما میتونید که پرایس اگر شما سیت میکنید ولی از منیج آل اینونتری میتونید شما از اینجا بازی قدر ضرور نیست که شما میکنید پرایس هلت خود میبینید که یعنی پرایس ما کم صحیح است یا صحیح نیست، میتونید که از اینجا شما چک کنید. اتومات پرایس اگر شما سیت میکنید یعنی به این معنی که for example 20 تا 30 تا لیستینگ شماست، شما نمیتونید که با هر وقت شما رسیدگی کنید بس شما اتوماتیک پرایس ست میکنید، یعنی سر خود اگر کامپیوتر ما پرایس کم میکنه از ما کم شود، اگر او زیاد میکنه از ما زیاد شود. آردرز ببینید اینجا منیج آردر اگر من اینجا کلیک کنم بازی چند آردر به ما آمده، چند آنا آردر به ما آمده، باز اینجا ما میتونم که ما چک کنیم که بر ما چند آردر آمده. صحیح شده؟ اگر بی ام هم باشه شما میتونید که از اینجا چک کنید، اگر اپ بی ای هم باشه شما میتونید که از اینجا آردرز خود شما چک کنید. حالا ببینید سپا که لود شوه این باز آردر ما چی میکنه نشان میده. صحیح شده؟ ببینید اینجا 4000 آردر نشان میده که بر ما چند آردر آمده؟ 4200 آردر آمده. این باز از هر یک پروداکت باز اینجا ببینید مکمل آردر چقدر آمده شما اینجا میتونید میبینید پیج 1 پیج 2 پیج 3 هر چیز باز با شما نشان میده. بعد از این باز ما اینجا میایم با آردرز که من اینجا کلیک کردم آردر ریپورت شما میگیری که مکمل ریپورت شما میگیری. باز پایین اینجا ادورتایزینگ مربوط مکمل پرایوت لیبل استور گروت هم مکمل مربوط پرایوت لیبل میشه. ریپورت من اینجا میایم با ریپورت ببینید بیزنس ریپورت است. بیزنس ریپورت به چی معنی؟ یعنی شما اینجا ریپورت خود میگیری فور اگزامپل که ما در این هفته در این سال چند دلار ما سلز جور کردیم یا در این ماه. صحیح شده؟ باز اینجا ببینید شما فور اگزامپل اگر شما کاستم دیت میتونید اینجا شما میتونید که اینجا کاستم دیت خود پوت کنید که میره یا از یک سال چنج کنید یا سال 2025 یا سال 2024 یا از هر وقت که شما چک میکنید شما میتونید که اینجا سال فور اگزامپل شما سال خود میتونید باز اینجا از کدام تاریخ شما میخواید باز اینجا اپلای میکنید شما مکمل آلوینی به شما اینجا نشان میده که در این سال شما چند دلار سلز خود جور کرد. شده ما تقریبا اینجا 3 लाख 3.5 लाख دلار سلز آمده. بعد شما میتونید که 3.5 लाख دلار از 10,000 دلار از 1,000 دلار شما مکمل را چی میکنی دانلود میکنید اینجا. یکی دانلود شده مکمل باز به شما میتونید که با کلاینت خود شما محاسبه میکنی چند آردر آمده ببینید هم به شما نشان میده. صحیح شده؟ فور اگزامپل آپ 1000 دلار آمده، توتال آردر چقدر شده، اوریج سیلینگ پرایس چند بوده، این مکمل شما میتونید که اینجا چک کنید. باز مارکت پلیس هست، کدام مارکت پلیس هست هم شما میتونید که چک کنید. هر وقت یه باز که شما کالکولیت میکنید. صحیح شده؟ ببینید باز اینجا یک ریپورت به شما میده. باز اینجا به شما یک ریپورت میده که اوریج شما چقدر سل جور کردید، چند دلار شما پراپیت، چند دلار، این مکمل یک ریپورت است. میبینید یس باز شما میتونید که ریپورت هم بگیرید. بعد از باز ما میایم اینجا ادورتایزینگ ریترن ریپورت انوینتری ریپورت چند دانه انوینتری شما دارید. باز ما اینجا میایم ببینید پیمنت اگر ما اینجا با پیمنت کلیک کنم باز ما اینجا اگر با پیمنت کلیک کنم حالا چی میشه اینجا پیمنت باز نشان میده. صحیح شده؟ باز اینجا پیمنت نشان میده. اگر شما پیمنت خود میبینی اینجا باز نشان میده مکمل.
اوکی این طرف اگر ما میایم ببینید پرفورمنس است، اکاونت هلت شما است، فیدبک منیجر است، یعنی چه رقم بس کستمر چه رقم فیدبک آمده. A to Z کلایم گارنتی به این معنی که کدام چارج بک، یعنی کدام کستمر از شما چارج بک نخواسته، یعنی پیسه دوباره خود زیر پند از شما نخواست. پرفورمنس نوتیفیکیشن، اگر من اینجا با پرفورمنس نوتیفیکیشن کلیک کنم، پرفورمنس نوتیفیکیشن زیاد ضروری است. پرفورمنس نوتیفیکیشن از طریق امازون هر یک مسیج که به شما میاد ببینید اینجا به شما نشان میده. صحیح شده؟ مکمل هر چقدر پرفورمنس نوتیفیکیشن که میاد اینجا باز به شما چی میکنه؟ اینجا باز به شما نشان میده. ببینید باز مکمل اینجا هر ایمیل از طریق امازون که به شما میاد باز اینجا به شما نشان میده. ببینید این ایمیل چی آمده، نوتیفیکیشن آمده که این چی است، شما هم یک پارم است که پار میخواد شما پل خانه پری کنید که اکانت شما دیاکتیویت نشه. این مکمل هر چیزی که میاد باز اینجا به شما چی میکنه؟ اینجا به شما باز نشان میده. پس اگر ما اینجا میایم ببینید وایس اپ کستمر، اینجا به ما شما نشان میده که کستمر یعنی صدای مشتری چی رقم است، یعنی مشتری از شما خوش است یا نه خوش است. صحیح شده؟ ببینید اینجا 5 استار آمده، اکسلنت ون اکسلنت آمده، دیگه کدام خراب ریویو نآمده. ببینیم پایین چی است؟ لرن. اینجا چی است؟ سلر یونیورسیتی است. من اینجا به سلر یونیورسیتی اینجا کلیک میکنم. سلر یونیورسیتی چی است؟ شما میتونید که هر جای شما مشکل داری از اینجا شما یاد بگیرید. شما سلینگ امازون از اینجا یاد بگیرید. ببینید اینجا مشکل شما چی است؟ سلینگ آن امازون است، لیست یور پروداکت است، فولفیلمنت اند شیپ آردر است. هر جایی که شما مشکل دارید ما اینجا میگم که سل آن امازون، لیست پروداکت، مادر لیستینگ پروداکت مشکل دارم. بعد اینجا من لرن مور میکنم، مکمل به دیتیل. ببینید اینجا به دیتیل چی آمد؟ ویدیو آمد. استیپ بای استیپ شما این گاید میکنه. ببینید اووریو اف سلینگ امازون پالیسیز. امازون پالیسیز چی است؟ شما اینجا چی میکنی؟ اینجا میبینی از اینجا ما چی چیزا یاد میگیریم، شما از اینجا یاد میگیرید. صحیح شده؟ باز مشکل شما در پروداکت لیستینگ است، شما مستقیما دایرکت میتونید که اینجا بیای شما چک کنید که پروداکت چه رقم لیست میشه. مشکل شما فور اگزامپل لیست پروداکت ویتاوت پروداکت یو پی سی چه رقم میشه، شما میتونید که اینجا چک کنید. هر مشکلی که شما دارید مکمل یک یونیورسیتی است، یونیورسیتی امازون است. بار از ما میام این طرف چی است؟ سیتینگ است. صحیح شده؟ به سیتینگ اگر من اینجا کلیک کنم اکاونت اینفورمیشن، حالا چطور شده؟ درست شده صدا رو داره. خواه بله. حالا ببینید من اینجا در چی آمدم؟ سیتینگ آمدم. در سیتینگ ما در اکاونت اینفورمیشن آمدم. در اکاونت اینفورمیشن اول ببینید این چی است؟ ویکیشن سیتینگ است. یعنی اگر شما با اکاونت خود برای یک ماه، برای 2 ماه یا اکاونت شما رو شما کار نمیکنید، پروداکت لیست نمیکنید، شما اینجا اکاونت خود با ویکیشن مود چنج کنید. ببینید ما مکزیکو هم با ویکیشن مود تغییر کردم، کانادا هم با ویکیشن مود تغییر کردم. من اینجا با ویکیشن مود کلیک میکنم. حالا از اینجا ما میتونیم که اکاونت خود ادیت کلیک کنم. ببینید در ادیت مکزیکو با ویکیشن مود است، کانادا در ویکیشن مود است. اگر برزیل ما در ویکیشن مود میکنم چی میکنم؟ ام آن میشه، ببینید سیو میکنم. حالا در ویکیشن مود تغییر شده. حالا هیچ مشکل امازون نه با کدام نه با شما کدام نوتیفیکیشن روان میکنه، هیچ چیز روان نمیکنه. اکانت شما با ویکیشن مود تغییر شد. صحیح شده؟ باز هر وقت که شما پس دوباره لیستینگ خود آغاز میکنی شما اینو دوباره چی کنید؟ با ویکیشن مود خود آف کنید. اینجا چی است؟ سلینگ آن امازون است. سلینگ آن امازون اگر من اینجا کلیک کنم، اگر ما اکانت خود در ایندیویدوال است با پروفشنال چنج میکنم یا در پروفشنال است ما با ایندیویدوال چنج میکنم، ببینید اینجا ما میایم سلینگ آن امازون. پلن اکانت ما چی است؟ در پروفشنال مود است.
اگر ما میخوایم که در ایندیویدوال تغییر کنم، ببینید ما اینجا به ایندیویدوال چنج میکنم، اپلای چنج به ایندیویدوال چنج میشه. حالا ایندیویدوالی هست که ببینید امازون از ما شما کدام پیس چارج نمیکنه، یک لیمیت پیس به ما شما میده. صحیح شده. و پروفشنال خوب است. ما برن اکانت ما در پروفشنال مود است. پس ما بک میرم در اکانت انفورمیشن. ببین اینجا استور انفورمیشن میاد. صحیح شده. با استور انفورمیشن اگر ما کلیک کنم، یور سیلر پروفایل، ببینید بعضی وقت برند از شما چی میخواد؟ استور پرنت میخواد. میگه استور پرنت امازون خود روان کو. از کدام مارکت پلیس؟ فور ایگزامپل مارکت پلیس یو اس ای است. ما اینو کاپی میکنم، این استور پرنت ما روان میکنم. این هر کس که به استور پرنت کلیک کنه، صحیح شده، برند در طرف از ما شما میخواد استور پرنت، باز ما اینجا روان میکنم. او میبینه، کنفرم میکنه که شما امازون سیلر سنترال داری یا نداری. صحیح شده. بعضی استور پرنت شما میتونید که از اینجا کاپی کنی، شما به برند روان کنید. بعد از این چی است؟ استور پرنت این خب معلوم شده. پیمنت انفورمیشن است. من اینو بیک کنم. پیمنت انفورمیشن. در پیمنت انفورمیشن چی است؟ ببینید در پیمنت انفورمیشن یعنی ما شما اینجا بانک خود اتچ میکنه، بانک خود مواصل میکنه. ببینید یک از دیپازیت میتود. دیپازیت میتود کدام میتود است؟ پیسه که در اکانت ما میاد. چارج میتود پیسه که امازون از ما میگیره. فور ایگزامپل امازون پیسیز شده، امازون منتلی چارجز شده، هر چیز که شده امازون از ما میگیره، از این بانک میگیره. شما میتونید که فور ایگزامپل یک پاینیر داری، هم به دیپازیت وصل کنید، هم به چارج وصل کنید. فور ایگزامپل شما بانک افغانی داری، عزیزی بانک داری، ای آی بی داری، مایکرو فایننس داری، شما میتونید که با چارج میتود سیت کنید، ولی با دیپازیت نمیتونید. برای دیپازیت باید شما یک بانک خارجی جور کنید. فور ایگزامپل پاینیر شده، وایز شده، مرکری، بانک اف امریکا، هر بانک شده مشکل نداره. ها این باید شما میتونید که از اینجا سیت کنید، ولی ما نمیتونم پر سکیوریتی ریزن ما نمیتونم که من اینو چی کنم؟ باز کنم. صحیح شده. باز اینجا چی میاد؟ بیزنس انفورمیشن میاد. در بیزنس انفورمیشن ببینید اینجا مکمل انفورمیشن بیزنس ادرس ما میاد، بیزنس نام ما میاد، مکمل اینجا میاد. صحیح شده. ببینید بیزنس ادرس اند فون نمبر. اگر ما به این کلیک کنم اینجا بیزنس ادرس اند فون نمبر ما میاد. اگر ما تبدیل هم میکنم از اینجا باز میتونم که ادرس ما تغییر کنم. اگر ما فون نمبر خود تغییر میکنم از اینجا باز میتونم که تغییر کنم. یور مرچنت توکن. ببینید مرچنت توکن چی است؟ سیلر آی دی است. زیاتر وقت برند به ما شما میگه که سیلر آی دی خود روان کو، مرچنت توکن خود روان کو که ما به امازون کیس باز کنم که اینوایس شما اپروو کنم. باز ما اینجا میایم یور مرچنت توکن کلیک میکنم، اینجا یک توکن نمبر به ما میاد. ببینید و توکن نمبر باز ما به چی میکنم؟ روان میکنم به برند. برند میاد به امازون، امازون اینوایس ما دایرکت چی میکنه؟ اپروو میکنه. ببینید مرچنت توکن نمبر شده اینجا کلود شده، باز اینجا بر ما نشان میده. میبینی برزیل، کانادا، مکزیکو، یونایتد استیت. باز ما اینو کاپی روان میکنم با سپلایر، ولی به هر کس شما روان نکنید. صحیح شده. این ریسک داره بغیر از برند با کسی روان نکنید. تکس انفورمیشن. تکس انفورمیشن چی است؟ یعنی ما ای این نمبر ما ال سی خود اد میکنم. ما اینجا میام به تکس انفورمیشن کلیک میکنم، از اینجا ما میتونم که ما ال سی خود اد کنم. از اینجا ما میتونم که اگر ای این ما اضافه نشده از اینجا ما میتونم که مکمل تکس معلومات از اینجا ما شما میشه. اکاونت منیجمنت چی است؟ با اکاونت منیجمنت اگر ما اینجا کلیک کنم باز اینجا چند چیزا میاد. اول است لوگین سیتینگ، چنج نیم، ایمیل، پسورد اند سکیوریتی. اگر ما از اکاونت خود نام خود چنج میکنم، ایمیل خود تغییر میکنم، پسورد تغییر میکنم، سکیوریتی سیتینگ هر چیز تغییر میکنم، از اینجا ما میکنم. من اینجا صرف کلیک میکنم، ایمیل هر چیز، پسورد ما میخوایم تغییر کنم، ایمیل ما میخوایم تغییر کنم، پس سکیوریتی سیتینگ هر چیز باشه از اینجا میتونید شما. داونگرید اکاونت به چی معنی؟ ببینید داونگرید اکاونت به این معنی که شما اکاونت خود یک اپگرید است، یک داونگرید است. داونگرید به این معنی که ما پیرن چی میکنم؟ بند میکنم. یک ویکیشن مود بود، شما میتونید که برای چند روز داونگرید که شما کنید. فور ایگزامپل 2 سال شما اکاونت خود استفاده نمیکنید، 1 سال استفاده نمیکنید، 5 ماه شما استفاده نمیکنید.
شما میتونید که اکانت خود داونگرید کنید. پس که شما کار با اکانت خود شروع میکنی، شما میتونید که از اینجا پس اکانت خود آپگرید کنید. کلوز اکانت به چه معنی؟ بیخی شما اکانت پرمننتلی کلوز میکنید، دیلیت میکنید. صحیح شده؟ از اینجا بس چی میشه؟ اکانت شما دیلیت میشه. این طرف اگر ما میبینید چی هست؟ این هلپ است. به هلپ اگر ما کلیک کنیم ببینید get help and resources. اگر به اکانت ما فور ایگزامپل در پروداکت ما کدام مشکل داره، لیستینگ ما کدام مشکل داره، اینوایس ما پر نمیشه، یا کدام آی پی آمد با اکانت ما، یا هر یک مشکل آمد یا پیسه در اکانت ما نموده، ما میخوایم که ما با امازون کیس خود اوپن کنم، کیس باز کنم. باز ما اینجا میام هلپ، در هلپ میام ما get help and resources. از اینجا ما میتونیم که ما مستقیما تماس شوم با سپورت تیم امازون. صحیح شده؟ ما با سپورت تیم امازون با تماس میشیم ببینیم امازون ما میگه که مشکل شما چی است. پروداکت کاتگوری است، لیستینگ نوت بایبل، ما میگه که مشکل ما در این لیست نیست. میگه what do you need to help it، مشکل شما چی است بر ما بگوی. صحیح شده؟ مثلا ما میگه که my payment is not received. صحیح شده؟ ما میگه که پیمنت ما تا ریسیو نشده. باز پایین ما میگه what step you have taken already، شما چی کار کردید؟ ما میگه که I did nothing. اینجا بعد از ما کدام اسن میخواه اتچ داکومنت میگه که شما در این آپشنال است شما را اتچ کنید. باز ما چی میکنم؟ کانتینیو میکنم. مستقیما از اینجا ما میتونیم که یا از طریق کال، صحیح شده، یا از طریق کال یا از طریق میسیج او به شما کانتکت میگیره. حالا ما اینجا خوب این مشکل خو ما اگزکتلی ندارم، به این خاطر اینجا بر ما ایرور داره. صحیح شده؟ ولی وقتی که ما کدام مشکل دارم بازو اینجا بازو نشان نمیده. باز مستقیما ما میرم بر ما دو آپشن میده، یک میسیج یک کال. اگر ما با کال کلیک کنم صرف ما اونجا فون نمبر خود میتم، مستقیما امازون سپورت تیم ما کال میکنه. اگر ما میسیج کلیک کنم صرف در یک دقیقه سپورت تیم امازون میاد لایو با میسیج میکنه، مشکل ما حل میکنه. یا سرچ، اگر ما اینجا کلیک کنم با سرچ کدام، یعنی فور ایگزامپل یک آپشن است ما میخوایم فور ایگزامپل حزمت شده. الان میگم که حزمت ما کجا پیدا کنیم؟ اینجا ما حزمت کلیک میکنم، مستقیما با ما اگر ما اینجا سرچ کنم میاد. یعنی کدام هر یک چیز باش ما میخواهید که پیدا کنید، اگر مستقیما شما نمیتونید که با کجا باشه، اینجا در سرچ کنید مستقیما با شما او آپشن میاد. ببینید ما اینجا حزمت سرچ کردم اینجا آمد. صحیح شده؟ یا هر چیز دیگه که شما اینجا سرچ میکنی اینجا چی میشه؟ مستقیما میاد. صحیح شده؟ بس یه از ببینید منیجمنت داشبورد اکاونت بیخی زیاد آسان است. در هیچ کدام چیز نیست که ما برتن بگیم که کدام تکنیکال چیز نیست نه کدام فرمولا است. این بیخی آسان است. صحیح شده؟ یم امروز چی شده؟ خلاص شده. باز لیستینگ بود، شیپمنت پلان بود و منیجمنت اکاونت امازون بود. یم بخیر خلاص شده. So در next class ما شما بخیر کار میکنیم که چی که ما شما میتونیم که کلاینت برای خود پیدا کنیم. یعنی ما فور ایگزامپل ما سرویسز امازون یاد گرفتم، برند اپروال ما یاد گرفتم، حالا ما میخوایم که ما کلاینت برای خود پیدا کنم. ما چی که میتونیم که کلاینت هم کنم. و در next class باز ما شما چی کار میکنیم؟ امازون پالیسیز کار میکنیم. سو کلاس اخیری ما شما میباشه. صحیح شده؟ دو جلسه ما شما مانده. امروز جلسه دوم است. 11 12 توتال 12 جلسه ما شما داریم که بخیر در next دو کلاس مکمل کلاس از ما شما خلاص میشه بخیر. باز پرده بخیر ما شما کلاینت هانتینگ میکنیم که کلاینت چه رقم هانت میشه و در next کلاس بخیر ما شما کم با بای باکس استراتژی کار میکنیم، مانیتور سلز میکنیم، مانیتور پرایس میکنیم، با چیزا کم کار میکنیم که چه رقم ما شما بای باکس بگیریم و بعد از این باز ما شما با پالیسی امازون کار میکنیم که چه رقم پالیسی امازون هر سه در به یاد داریم ما چه رقم پالیسی امازون در نظر بگیریم. باز بخیر بعد از جلسه کلاس ما شما اند میشه. اگر کدام سوال دارید شما مربوط کلاس امروز شما میتونید که پرسان کنید. اوکی بله ای جی کریمی با سوال خود پرسان کن. استاد چند سوال داشتم کوتاه در مورد پرپسنتر. استاد آدرس برند و پرپسنتر نزدیک باشه خوب است یا ما میتونیم پرپسنتر که فاصله زیادتر باشه و کاست از ما کم بگیره حتی در دیگه ایالت باشه، یعنی برند یک ایالت پرپسنتر دیگه ایالت
انتخاب کنیم مشکل نداره استاد؟ نه خیر هیچ مشکل نداره. مشکل نداره. برند پری شیپ میکنه. اگر وقتی که اگر پری شیپینگ نمیکنه باز شما میتونید که نزدیک انتخاب کنید، ولی برند هر جای شیپینگ پری میکنه به شما. درست استاد. و سوال دوم استاد، اما بخشی که آمازون از ما پول میگرفت در پلیسمنت فی و شیپینگ کاست، درست استاد؟ این همو کاستی است که در رفرال و در پیک ان پاک ما حساب میکردیم استاد، اونجا که نه نه چقدر خیر، به این ما پیسه فایده او میده. در این پیسه در وقت لوجستیک ما شما کی چی کردیم $1 کی گرفتیم $1 یہ در پیسه میه. خب یکی کاست پرپسنتر استاد، یکی که $1 دیگه انتخاب کردیم ایره در او حساب میکنیم دیگه، ایره بله دوباره باز حساب نمیکنیم، درست؟ بله بله ها، miscellaneous cost. تشکر استاد. یک دو مورد دیگه استاد، یکی که ما وقتی استاک ما خلاص میشه دوباره که میخوایم استاک بیاریم با آمازون، دوباره لیستینگ کار داره نداره استاد؟ یک ریپیت از نه زیره اگه خیر، به ما کار بکنه. نه خیر، ببینید اینجا ما صرف میایم به منیج آل اینونتری، من اینجا میایم صرف دوباره ما با ریستاک کلیک میکنم. صحیح شده؟ اینجا اوت اف استاک نشان میده. ببین اینجا اوت اف استاک است، ما صرف بر ریپلنش اینونتری کلیک میکنیم. ببین پایین ریپلنش یعنی دوباره ما اینونتری خود میارم. ببین اینجا کلیک میکنم بس سیم پروسس از چیزی که ما پیش کردم، حالا هر چیز آلردی است، بس ما از اینجا بس پیش میرم. بو پروسس سیم است، هیچ کدام فرق نداره، صرف لیستینگ نمیکنیم ما. صحیح شده؟ لیستینگ نمیکنم، لیستینگ آلردی شده، صرف دوباره دستا ببینید سیم او صفحه آمد، میبینی چیزی که پیش آمد او صفحه آمد، بس از اینجا شروع میکنم. شیپمنت پلان سیم میشه، صرف لیستینگ نمیشه. درست استاد. و یک مورد دیگه هم استاد، در مورد استفاده از پیونیر، اگر یک ویدیو یا در درس بعدی استاد کمک کنید چه رقم ما به برند به اکاونتشون پیمنت میکنیم، چه رقم از پیونیر به پیونیر پیمنت میتونیم استاد، چیزا رو اگر باز اگر راهنمایی شما کنیم. کسی باز اگر شما کسی بانک پاینیر داره، از ما ریولوت است، ریولوت بانک ریولوت است. اگر شما ریولوت دارید ما در ریولوت براتون کار میکنیم. اگر شما ریولوت نداری باز در پاینیر، باز هر کسی که شما داره باز ما در پاینیر براتون کار میکنیم در نکست کلاس. درست استاد. بله اگر نیاز به ریولوت داره ما در ریولوت کار میکنیم. اکثرا دوستا استاد پیونیر فکر میکنم برشان ترتیب میکنم دفتر. اگر کسایی که پاینیر داره باز شما پاینیر بر ما بیتی، باز ما در پاینیر براتون کار میکنیم. وایز در وایز براتون کار میکنیم. هر بانک که شما میخوای مشکل نداره. درست است. بله. بیانات شما سوال تن پرسان کو. سلام استاد، وقت شما بخیر. من چند تا سوال دارم که از می ویدیوها مثلا دیشب و چند شب پیش و اینا یا استاد، راجع به امشب استاد که هسته اینه که خب اگه ما یک وقتی استاد بخوایم می اکانتی که بزو کار میکنیم برای مدت غیر فعال کنیم، از کجا غیر فعال کنیم و یا یکی اگر بخوایم به کسی یوزر پرمیشن بدین، چی رقم بدیم؟ امیدو نکتر. خب ببینید یوزر پرمیشن که ما شما میتم، یوزر پرمیشن از اینجا ما به سیتینگ اینجا کلیک میکنم. به سیتینگ که ما اینجا کلیک کنم، ببینید اینجا یوزر پرمیشن است. میبینید یوزر پرمیشن اینجا است. من اینجا به یوزر پرمیشن من اینجا کلیک میکنم. از اینجا ما میتونیم که یوزر پرمیشن برای کس میتم. بعد اینجا صرف از ما چی میخواد؟ ایمیل اون نفر میخواد. ما به اون نفر میگیم که شما ایمیل خود روان کو. باز او که ایمیل خود روان میکنه، باز من اینجا چی میکنم؟ اد امپلای میکنم. میبینی اد اترایز پارتنر. من اینجا اد اترایز پارتنر کلیک میکنم. فعلا ما اینجا خود یوزر دارم. صحیح شده؟ بله ببین به استاد. کسی که من دادم، باز من اینجا اد اترایز پارتنر میکنم. باز ببینید من اینجا کاپی لینک میکنم. این لینک به اون نفر روان میکنم. صحیح شده؟ کاپی لینک میکنم، او چی میکنه؟ یا در ایمیل از روان میکنم. صحیح شده؟ باز او اپروو میکنه که اپروو شده. از اینجا بعد ما مستقیما به من اینجا میده که شما اون نفر اجازه دادی. شما باز اینجا مکمل لیست میاد به شما که شما در کدام بخش به او اجازه میدی. در هر بخش به شما به اجازه میدی، در اخر سیو کو بس این میشه. صحیح شده؟ یعنی با
پل ما اینجا اکسس دارم، به این خاطر اینجا نشان نمیده. صحیح شده؟ ما چایلد اکسس خود دارم، یعنی ما یوزر پرمیشن دارم، ایمیل اکاونت نیست. اون منیج امپلای از اینجا باز میشه. درست استاد، متوجه شدم. استاد امی یک مسئله دیگه اینه که آیا امکان داره قبل از این که ما جنسر بخریم از برند، برای برند بگیم مثلا تو یک نوع اینوایسی به ما بده که ما ببینیم اینوایس تو با آمازون قابل قبول هست یا نه، که بعد از او جنس بخریم؟ این امکانیو هست؟ نه خیر، شما از برند پرسان میکنی، اگر برند به شما بگویی که امازون اینوایس شما قبول میکنه، باز قبول میکنه، باز او ریسپانسیبیلیتی برند است. خب استاد، یک مسئله دیگه که همون جایی که شما کتلاگ ادا پرودکت نگاه میکردیم، یک گزینه بوده که داخلی بود دراپ فایلز، که با آمازون بدیم و چی فایلی باید اونجا برای آمازون بدیم؟ او دراپ تی است، به این معنی که بعضی وقت کار شما در بین میمونه، یعنی شما تکمیل نمیکنی، کار نه تکمیل می باشه، باز شما مستقیما در دراپ در دراپ اونجا می باشه. بعضی وقت شما در موبایل خود کار میکنی و یک چیز سیو نشده، باز مستقیما میگه که سیو این درافت، یا شما در لپتاپ کار میکنی مستقیما در دراپ میره. صحیح شده؟ یعنی او کار شما نه تکمیل است، شما باز میتونی که از اینجا تکمیل کنید. استاد، خودم این گزینه گراس مارجین به چی معنا بود؟ این درست متوجه نشدم. پلاس مارجن نفهمیدم سوال شما. استاد، در مو شیتی که ما برای پرودکت درست میکردیم، گزینه گراس مارجین به چی معنا بود؟ ناخالص، یعنی توتال از توتال عاید مارجن چند درصد میاد؟ 10%، 20%. فور ایگزامپل توتال 20,000 شده، 20,000 چند درصد مارجن به ما میده؟ صحیح شده؟ یک نت مارجن می باشه. نت پروفیت به این معنی که خالص، گراس یعنی ناخالص، توتال بر ما شما نشان میده در پرسنتیج. خب متوجه شدم. استاد، چگونه آمازون لینک پرودکت بگیری؟ چی رقم آمازون لینک پرودکت؟ استاد، داخل همون شیت یک گزینه بود به اسم که ما لینک همون پرودکتی که به کوالیتی ما به این ای کرایتریا ما است. برابر بود ریخته. ببین اینجا این همون پرودکت است، این ای است، این پرودکت است. صحیح شده؟ شما لینک از این میگیری، ببینید از اینجا شما کاپی کنید. این پرودکت است، میبینید سبب شما نشان میده. درست این استاد. از اینجا کاپی کنید، ببینید این لینک است، این کاپی کو، ببینید این اسن که است، اینجا کاپی کردی، بس از اینجا کاپی اونجا پیست کن. استاد، این تا کدو قسمتی رو کپی کنم؟ تا اینجی. تا اینجا همین اسن که است، خب او طرف از اسن کاپی کنید. یا صرف اسن کاپی کن، مشکل نداره. استاد، یعنی پس آیدی پرودکت رو اگه کپی کنی مشکل نداره، درسته؟ نه. خب این سوال من حل شد. استاد، وقتی که ما جنس آه آه. احتمالاً بعد از این که چه ما مثلا لیول ما بالاتر رفت، ما جنس را سپلایر بخریم، آیا بازم به اجازه برند نیاز داریم یا نه؟ نه خیر. امکان داره استاد یک برند هم به شکل شخصی برای سلرها اجازه اپروال بده، هم به سپلایر بده جنس خود، که از او طریق هم کسی جنسی رو بخره و سل کنه؟ او طرف نمیفهمید چی رقم شما میگی. استاد، مثلا امکانی هست که یک برند، مثلا یک برند بیوتی، هم خودی رو برای سلرها اپروال برای فروش بده، هم همون جنس خور به سپلایر هم بده که او هم برای سلرها مثلا بفروشه؟ نفهمیدم سوال شما. بازم خیر، باز دیز سوال باز نیکست پرسان کو چی هستن نمیفهمم. عبید مصلح باشه. شما. سلام علیکم استاد محترم، امید که جور صحتمند باشید. من چند سوال دارم، پلیز پرسان میکنم. استاد، ما در بعض جا مواجه شدیم از بران اپروالا، کسایی که جنساش میخریدن برش میگفتن که جنس از سن یا یو پی سی کود با ما بده که ما در اکاونت خود لیست کنیم که لیست میشه نمیشه، یا در اکاونت خود چک کنیم. اما کدام بخش هست؟ ما خواندیم متوجه ما در این چیز نشدم.
میگه اما جنس تاییسه نشبته که ما چک کنیم در اکاونت خود کدام مشکل خود نداره یا لیست کنیم در اکاونت خود. این چه قسم مسئله است؟ ببینید، ما و شما چی کار میکنیم؟ پروداکت انالایزیشن میکنیم. پروداکت ما انالایز شد، فور ایگزامپل این پروداکت است، ما پایینل میخوایم که پروداکت ما لیست کنیم به آمازون، به پروش برسانم این پروداکت. صحیح شده؟ حالا ما پیش از اینکه ما پیسه به سپلایر پرداخت کنم، ما یک بار میایم این پروداکت چک میکنم که این پروداکت با اکاونت ما does not qualify خو نیست. صحیح شده؟ لما یا چند اد پروداکت بله ادر اد پروداکت با لیستینگش چه رنگی است استاد خیلی؟ هو لیستینگ است، اد پروداکت لیستینگ است دیگه. ها اد پروداکت لیستینگ هم میگه، چک کردن هم میگه. بله. ها تشکر استاد. استاد یکی در درسایش ما همه چیز نخواندیم، میره سلف سرتیفیکیت یا هیچ به درد نمیخوره. اگر این دمو تیوری خوانده بودیم یک جای دیگه، چه در کجا به درد میخوره ای؟ چی ریسل سرتیفیکیت؟ بله. ما و شما کار کردیم وقتی که به سپلایر ما از سپلایر ما ایمیل روان میکنم و از او ما ریسل سرتیفیکیت روان میکنم اتچ به او خود EIN سل پرمیت بود استاد، او خود سل پرمیت بود. سلر پرمیت باشه یا ریسل سرتیفیکیت باشه فرق نداره. ها استاد محترم. مم. استاد یکی همی پیونیر ماند دمو پلیسمنت آردر پلیسمنت ما خواندیم باز دمو